به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان گرامی. در این ویدیو میپردازیم به بررسی گزارشات شرکت‌های فعال در صنعت روانکار و بررسی میکنیم هر کدوم از این شرکت‌ها، یعنی نفت ایرانول، نفت پارس، نفت سپاهان و نفت بهران، در خرداد 404 چه عملکردی را از خودشون به جای گذاشتن. خب مجموع درآمدهای این 4 شرکت در خرداد 404 برابر 8997 میلیارد تومان بوده که این رقم در خرداد سال قبل 7249 میلیارد بوده و ما شاهد افزایش درآمدهای این صنعت نسبت به خرداد 403 هستیم که میزانش 24.11% به ثبت رسیده. خب مقدار تولید این صنعت در خرداد 404 برابر 81,164,000 بوده که این رقم در خرداد 403 91,809,000 به ثبت رسیده که در این بخش ما شاهد افت تولید 11.59% نسبت به خرداد سال قبل هستیم. مقدار فروش این صنعت در خرداد 404 برابر 67,104,000 بوده که این رقم در خرداد 403 برابر 90,160,000 به ثبت رسیده که در این بخش ما شاهد افت مقداری فروش به میزان 25.5% هستیم. خب این افت مقدار تولید و افت مقدار فروش طبیعی و بدیهی هست که توی خرداد ما اتفاق افتاده، چون ما یک سری شرایط خاص داشتیم در این ماه. حالا جنگ 12 روزه رخ داد و خب بقیه موارد و همینها باعث شد که شرکت‌های این گروه معمولاً با کمتر از ظرفیت خودشون تولید انجام بدن و همچنین مجبور شدن که حالا بسیاری از مخازن خودشون رو خالی نگه دارن برای مدیریت بحران و همه این موارد باعث شد که مقدار فروش و مقدار تولید این شرکت‌ها کمی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل افت پیدا بکنه. خب میانگین یک ساله این صنعت در بازه یک ساله رو میتونید ملاحظه بفرمایید، یعنی از خرداد 403 تا خرداد 404 و میانگین درآمدهای این صنعت در بازه یک ساله برابر 8450 میلیارد تومان بوده که ما شاهد این هستیم که گزارش خرداد ماه تقریبا 6.5% از این میانگین یک ساله عدد بالاتری رو به ثبت رسونده. خب میانگین تولید در بازه یک ساله برابر 84,752,000 بوده که در بخش تولید هم مشاهده این هستیم که گزارش خرداد ماه حدود 4.23% از این میانگین یک ساله عدد پایینتری رو به ثبت رسونده. میانگین یک ساله در بخش مقداری فروش برابر 80,304,000 بوده که مقدار فروش خرداد ماه هم حدود 16.5% از این میانگین یک ساله عدد پایینتری رو به ثبت رسونده. خب در اینجا حالا نمودار درآمدهای این صنعت رو مشاهده می‌فرمایید در بازه فروردین 403 تا خرداد 404 و میتونید حالا به تفکیک ماه‌های مختلف بررسی بفرمایید که وضعیت درآمدی این صنعت چگونه رقم خورد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید درآمد خرداد ماه نسبت به ماه قبل تقریبا حدود 2000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و بالاترین درآمد هم که هم مربوط میشه به خرداد 404 و کمترین درآمد هم مربوط میشه به فروردین 403. خب مقدار تولید این صنعت رو هم میتونید در این نمودار ملاحظه بفرمایید. نسبت به ماه قبل تقریبا حدود 2 میلیون تن 20 میلیون عدد کمتری ثبت شده و نکته مثبت این است که همچنان نسبت به فروردین 404، اسفند 403 و بهمن 403 عدد تولید همچنان عدد بالاتری به ثبت رسیده. خب در بخش مقداری فروش هم خرداد ماه با اردیبهشت ماه فاصله قابل توجهی داره و حدود 30 میلیون فاصله این دو ماه هست، فاصله خرداد 404 و اردیبهشت 404، ولی همچنان نسبت به فروردین 404 اسفند 403 عدد بالاتری رو به ثبت رسونده گزارشات خرداد 404. اما بهترین گزارشات از منظر مقدار فروش مربوط میشه به نیمه اول 403 که بهترینش هم مربوط شده به اردیبهشت سال 1403. خب بپردازیم به شرکت‌های این گروه و ببینیم که هر کدوم از این شرکت‌ها
در خرداد ماه چه عملکردی رو از خودشون به ثبت رسوندن. اولین سهامی که بررسی می‌کنیم شرانل یا نفت ایرانول هست و بررسی می‌کنیم که در خرداد ماه چه عملکردی رو به ثبت رسونده. خب درآمد شناسایی شده این شرکت در خرداد 404 برابر 2400 میلیارد تومان بوده که بالاترین درآمدها هم مربوط میشه به روغن‌های موتور بنزینی و موتورهای دیزلی و بعد از اونم که حالا سایر محصولاتی که داشته و روغن‌های فرآیندی صادراتی بیشترین سهم رو از فروش‌های این شرکت به ثبت رسونده. همچنین روغن پایه صادراتی هم سهم بالایی رو از سبد محصولات این شرکت به خودش اختصاص داده. خب توی خرداد 403 بالا عرض به خدمت شما درآمد شناسایی شده این شرکت حدود 1797 میلیارد تومان به ثبت رسیده و جمع کل درآمدهای سال 403 این شرکت برابر 21863 میلیارد تومان بوده که حالا جمع درآمدهای فصل بهار 1404 این شرکت یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد 404 حدود 7151 میلیارد تومان به ثبت رسیده که این رقم حدود 32.71% از کل درآمدهای سال 403 رو تونسته پوشش بده. خب درآمد خرداد 403 به تنهایی تقریبا حدود 11% از کل درآمد 403 این شرکت رو تونسته پوشش بده و نسبت به بهار 403 51% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 403 47% رو پوشش داده، نسبت به پاییز 44% و نسبت به زمستان موفق شده 35% از درآمدها رو پوشش بده. خب درآمدهای این شرکت، مجموع درآمدهای این شرکت نسبت به ماه قبل تقریبا افت 12.95% رو به ثبت رسونده و نسبت به خرداد سال قبل رشد 33.5% رو در بخش درآمدهای این شرکت شاهد هستیم. خب نرخ‌های ریالی فروش محصولات شرکت رو میتونید اینجا ملاحظه بفرمایید که هر کدوم از نرخ‌ها چه مقدار بوده و نسبت به ماه قبل اگه بخوایم این نرخ‌ها رو مقایسه بفرماییم حدود 1.5% گریس‌ها افزایش نرخ داشتن، افزایش نرخ ریالی. سایر محصولات تقریبا 7% افت نرخ ریالی داشته. ضد یخ‌ها 47% نسبت به ماه قبل افزایش نرخ داشتن. روغن پایه داخلی 7.5% افزایش نرخ داشته. روغن موتور دیزلی 2.41% افت قیمتی داشته. روغن موتور بنزینی تقریبا 1.82% افت قیمتی داشته. روغن‌های فرآیندی 1% افت قیمتی داشته و روغن‌های صنعتی 1.85% افزایش نرخ داشتن و اسلاک وکس ها 24.5% افزایش نرخ داشتن. روغن پایه صادراتی 4.76% افزایش نرخ داشته و روغن موتور بنزینی 6.5% کاهش نرخ ریالی داشته و اسلاک وکس ها 20.74% افزایش نرخ داشتن و روغن های فرآیندی هم 3.64% افزایش نرخ ریالی رو نسبت به ماه قبل خودشون تجربه کردن. خب در این ستون هم نسبت به خرداد سال قبل میتونید ملاحظه بفرمایید، چون تعداد محصولات این شرکت زیاده من دیگه دونه دونه اینا رو نمیخونم و خودتون دیگه میتونید ویدیو رو استاپ بفرمایید و تمام اینها رو ملاحظه بفرمایید. خب بپردازیم به مقدار تولید این شرکت و ببینیم که وضعیت مقدار تولید این شرکت در خرداد ماه چگونه بوده. خب جمع مقدار تولید این شرکت در خرداد ماه 52444 هزار متر مکعب بوده و کل مقدار تولید سال 1403 این شرکت 656 هزار متر مکعب بوده. جمع تولید بهار 404 این شرکت یعنی 3 گزارش آخر این شرکت برابر 155 هزار متر مکعب بوده و نسبت به کل 403 موفق شده حدود 23% از تولید رو در فصل بهار پوشش بده. خب گزارش خرداد ماه از لحاظ تولید تقریبا 8% از کل 403 رو پوشش داده و
نسبت به بهار 403 31% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 31% و نسبت به پاییز هم 30.63% و نسبت به زمستان هم تقریبا 34% رو تونسته پوشش بده. خب مقدار تولید این شرکت، جمع مقدار تولید تقریبا نسبت به ماه قبل 2.13% کاهش پیدا کرده که حالا به تفکیک محصولات هم بخوایم نگاه بکنیم، گیریس‌ها تقریبا 10% کاهش تولید داشتن و بعد از اون مهمترین کاهشی که رخ داده مربوط میشه به روغن پایه که 42% کاهش داشته نسبت به ماه قبل در بخش تولید. روغن موتور دیزلی 34% کاهش تولید داشته، روغن موتور بنزینی 18% و روغن‌های فرآیندی 29% کاهش تولید داشته نسبت به ماه قبل و روغن‌های صنعتی 30% افزایش و اسلاگ وکس ها 26% کاهش تولید، روغن پایه صادراتی حدود 108% افزایش تولید و روغن موتور بنزینی صادراتی 78% کاهش تولید و اسلاگ وکس های صادراتی 41% کاهش تولید و روغن‌های فرآیندی صادراتی هم 70% افزایش مقدار تولید رو به ثبت رسوندن. مجموع تولید این شرکت نسبت به خرداد 403 یعنی مدت مشابه سال قبل هم حدود 17.5% کاهش رو به ثبت رسونده. خب مقدار فروش این شرکت به صورت مقداری در خرداد 404 برابر 51657 متر مکعب بوده که این رقم در خرداد 403 برابر 62182 متر مکعب بوده و جمع سال 1403 در بخش مقدار فروش برابر 650,000 متر مکعب بوده و جمع مقداری فروش در بهار 403 این شرکت 148,000 به ثبت رسیده و عرض به خدمت شما نسبت به کل سال 403 این گزارش فصل بهار تقریبا 22.85% رو تونسته از لحاظ مقدار فروش پوشش بده. گزارش خرداد ماه نسبت به کل سال 403 تقریبا 8% رو تونسته پوشش بده و نسبت به بهار 403 31.5% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 32%، نسبت به پاییز 32 و نسبت به زمستان هم 31% رو از لحاظ مقدار فروش تونسته پوشش بده. خب مقدار فروش شرکت در مجموع نسبت به ماه قبل 3.21% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد سال قبل هم تقریبا 16.93% مقدار فروش شرکت کاهش پیدا کرده. خب نرخ‌های دلاری محصولات این شرکت رو در این سطوح میتونید ملاحظه بفرمایید که حالا بررسی میکنیم مقدار تغییراتش رو. گریس ها نرخ دلاریشون 15% نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده، سایر محصولاتش 9% کاهش پیدا کرده. ضد یخ‌ها 44.74% افزایش نرخ ریالی داشتن، افزایش نرخ دلاری داشتن نسبت به ماه قبل و روغن پایه 5.81% افزایش نرخ دلاری به ثبت رسونده و روغن موتور دیزلی و بنزینی هم 3% تقریبا نسبت به ماه قبل کاهش نرخ دلاری رو به ثبت رسوندن. روغن‌های فرآیندی داخلی 2.5% کاهش نرخ دلاری داشتن. روغن‌های صنعتی 26% افزایش نرخ دلاری. اسلاگ وکس ها 22.5% افزایش نرخ دلاری داشتن. روغن پایه صادراتی 3.13% افزایش نرخ دلاری داشته و روغن موتور بنزینی هم 8.4% نسبت به ماه قبل افت پیدا کرده نرخ دلاریش و اسلاگ وکس ها هم تقریبا 18.86% افزایش نرخ دلاری رو تجربه کردن و روغن‌های فرآیندی صادراتی هم حدود 2% نسبت به ماه قبل افزایش نرخ دلاری رو تجربه کردن. خب در این ستون هم که میتونید ملاحظه بفرمایید نسبت به خرداد سال قبل چه مقدار هر کدوم از این محصولات افزایش یا کاهش نرخ دلاری رو تجربه کردن. خب
بپردازیم به نمودارها و ببینیم که به صورت نموداری درآمدهای این شرکت چگونه بوده. نمودارش رو من ایجاد میکنم. خب این نمودار درآمدهای این شرکت هست در بازه فروردین 403 تا خرداد 404. کمطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین درآمد این شرکت مربوط میشه به اردیبهشت 404 و بعد از اون هم خرداد 404 در رتبه دوم از لحاظ درآمدی قرار میگیره. خب تقریبا میشه گفت میانگین درآمدهای این شرکت در این بازه برابر 1934 میلیارد تومان بوده و کمترین مقدار هم حدود 1252 میلیارد و بالاترین هم 2757 میلیارد تومان به ثبت رسیده. خب نرخ‌های فروش محصولات این شرکت رو اگه بخوایم به صورت نموداری ملاحظه بکنیم، اینجا نمودارش رو ایجاد بکنم. خب این اولین محصول این شرکت هست یا همون گیریست که میتونید نرخ‌های ریالی این محصول رو مشاهده بفرمایید. کمترین میزان نرخ این محصول حدود 85 میلیون بوده، بالاترینش هم حدود 162 میلیون تومان به ازای هر متر مکعب به ثبت رسیده و میانگینش هم یه چیز حدود 106 میلیون تومان به ثبت رسیده. خب این هم حالا سایر محصولاتش هست که میتونید نرخاش رو ملاحظه بفرمایید و اینجا هم حالا محصول ضد یخ رو نرخاش رو میتونید ملاحظه بکنید که حالا همونطور که ملاحظه میفرمایید گزارش خرداد ماه نسبت به ماه‌های قبل تقریبا یک افزایش قابل توجهی رو از لحاظ نرخ‌های ریالی به ثبت رسونده. خب محصول بعدی روغن پایه هست که روغن پایه نسبت به اردیبهشت ما می‌بینید که افزایش قیمت داشته کم، ولی همچنان با اوج خودش که مربوط میشه به فروردین ماه همچنان فاصله قابل توجهی رو داره. خب محصول بعدی روغن موتورهای دیزلی هست که در واقع توی اوج خودش هست، ولی نسبت به اردیبهشت ما تقریبا یک افت محسوسی رو یه چیزی حدود 2 میلیون تومان تجربه کرده به ازای هر متر مکعب. خب روغن موتور بنزینی هم که همینطور مثل روغن موتور دیزلی هست تقریبا توی اوج خودش قرار داره، ولی یکم حدود 1.5 میلیون تقریبا با اوج خودش به ازای هر متر مکعب فاصله داره. خب این هم روغن فرآیندی هست که حالا به صورت نموداری نرخش رو میتونید ملاحظه بفرمایید نسبت به اوج خودش که اسفند و بهمن ماه بوده فاصله داره و نسبت به ماه قبل هم که میبینید دیگه یک کاهش محسوسی رو تجربه کرده. خب روغن‌های صنعتی هم که بالاترین نرخ ممکن رو ثبت کردن در خرداد 404 و کمترینش مربوط میشه به تقریبا خرداد 403 و بالاترین هم که مربوط میشه به خرداد و اردیبهشت 404. خب اسلاک بگز ها هم که اینجا ملاحظه میفرمایید این نمودار اسلاک بگز ها هست که خرداد ماه بالاترین نرخ‌های ریالی رو تجربه کردن. این هم روغن پایه صادراتی هست و روغن موتور بنزینی صادراتی رو هم که نمودارش رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید نرخ‌های ریالی رو نسبت به اوج خودش که بهمن 403 بوده همچنان فاصله داره و این هم حالا اسلاک وکس های صادراتی هست که در اوج خودش قرار داره و همچنین این هم آخرین محصول این شرکت روغن فرآیندی صادراتی است که نسبت به اوج خودش یکم فاصله داره، ولی نسبت به اردیبهشت همونطور که ملاحظه می‌فرمایید عدد بالاتری رو از لحاظ نرخ‌های ریالی به ثبت رسونده. خب نمودار مقدار تولید این شرکت رو هم اگه بخوایم ملاحظه بکنیم، نمودار رو من ایجاد بکنم. این نمودار مقدار تولید این شرکت هست که میتونید ملاحظه بفرمایید تقریبا نسبت به فروردین 404 اسفند 403
عدد بالاتری رو به ثبت رسونده و میانگین حالا تولید در این بازه یعنی فروردین 403 تا خرداد 403 برابر 54,000 متر مکعب بوده. کمترین مقداری که تولید کرده مربوط میشه به تیر ماه با تولید 42,000 متر مکعب و بالاترین هم که مربوط میشه به شهریور ماه با ثبت تولید 64,000 متر مکعب. خب مقدار فروش به صورت مقداری رو هم اگه بخوایم نمودارش رو ملاحظه بفرماییم، من نمودار رو ایجاد بکنم. این نمودار مقداری فروش هست که میتونید ملاحظه بفرمایید نسبت به فروردین ماه 404 عدد بالاتری رو به ثبت رسونده، ولی نسبت به اردیبهشت ما همچنان ضعیفتر هست و میانگین این بازه یعنی فروردین 403 تا خرداد 404 برابر 53,000 متر مکعب هست. کمتر مقدار فروش مربوط میشه به اگه اشتباه نکنم تیر ماه با ثبت فروش 41,000 متر مکعب محصول و بالاترین هم که مربوط میشه به شهریور ماه 1403 با ثبت فروش 62,000 متر مکعب از محصولات خودش رو به فروش رسونده. خب نرخ‌های دلاری محصولات رو هم که اینجا ملاحظه می‌فرمایید. حالا من دو تا از مهمترین محصولات خودش رو به صورت نموداری در میارم و ببینیم که از لحاظ نموداری چی متوجه میشه. خب این نمودار نرخ دلاری محصول گریس هست که نسبت به اوج خودش فاصله بسیار قابل توجهی داره و حدود $800 نسبت به اوج خودش فاصله داره و یک روند نزولی رو در این یک سال تقریبا طی کرده. خب روغن موتور دیزلی هم که این هم نرخ دلاری محصول روغن موتور دیزلی هست که حالا توی چند ماه اخیر نرخ دلاریش کم افزایش پیدا کرده. روغن موتور بنزینی هم که اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید تقریبا نزدیک به سقف خودش هست و روغن فرآیندی داخلی رو هم که نرخ دلاریش رو اینجا نمودارش رو مشاهده میفرمایید و حالا روغن موتور بنزینی صادراتی نرخ دلاریش رو اینجا مشاهده میفرمایید که یک روند نزولی رو تقریبا توی یک سال گذشته طی کرده. اسلاگ وکس هم که حالا نرخ دلاریشون بالاترین مقدار به ثبت رسیده و آخر محصول هم روغن فرآیندی صادراتی است که تقریبا یک روند خنثی رو در یک سال گذشته طی کرده. خب نماد بعدی که بررسی می‌کنیم میشه بحرین هست که حالا در خرداد ماه 2860 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده این شرکت که این رقم در خرداد 403 برابر 2244 میلیارد تومان بوده که جمع درآمدهای شناسایی شده این شرکت در سال 403 برابر 28242 میلیارد تومان بوده و جمع درآمد بهار این شرکت یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد 403 سه گزارش آخر برابر 7983 میلیارد تومان بوده که تقریبا این رقم 28% از درآمدهای کل سال 403 رو تونسته پوشش بده. خب گزارش خرداد ماه به تنهایی حدود 10.13% از کل درآمدهای 403 رو پوشش داده. حدود 45% نسبت به بهار 403 رو پوشش داده. حدود 39% نسبت به تابستان 403 رو پوشش داده. 38% پاییز 403 و 39.5% هم نسبت به زمستان 403 رو از لحاظ درآمدهای شناسایی شده پوشش داده. خب نسبت به ماه قبل تقریبا شاهد افت 16.88% درآمدهای این شرکت هستیم و نسبت به خرداد سال قبل هم یعنی مدت مشابه سال قبل هم ما شاهد افزایش درآمدهای این شرکت به میزان 27.5% هستیم. خب نرخ‌های ریالی محصولات شرکت رو هم که در این ستون میتونید ملاحظه بفرمایید و حالا نسبت به ماه قبل اگه بخوایم
بررسی کنیم سایر محصولاتش تقریبا 15% کاهش پیدا کرده نرخ ریالیش. گیریسا 10.5% کاهش نرخ ریالی داشتن. روغن پای 15.5% افزایش نرخ ریالی داشته. ضد یخ 4% کاهش نرخ ریالی داشته. پارافین وکس ها حدود 9% کاهش نرخ ریالی داشتن. روغن موتور دیزلی 6.5% افزایش نرخ ریالی. روغن موتور بنزینی 1.63% افزایش نرخ ریالی نسبت به ماه قبل داشته. روغن‌های صنعتی 1% افزایش نرخ ریالی. ضد یخ صادراتی 3% افزایش نرخ ریالی نسبت به ماه قبل. روغن موتور دیزلی صادراتی 6% کاهش نرخ ریالی داشته. روغن موتور بنزینی 4% کاهش نرخ ریالی. روغن‌های صنعتی صادراتی 43% کاهش و پارافین وکس هم 3.5% افزایش نرخ ریالی رو نسبت به ماه قبل تجربه کردن. در این ستون هم نسبت به خرداد 403 میتونید ملاحظه بفرمایید که هر کدوم از محصولات چه مقدار افزایش یا کاهش رو از لحاظ نرخ‌های ریالی تجربه کردن. خب مقدار تولید این شرکت در خرداد 404 برابر 47,290,000 لیتر بوده که این رقم در خرداد 403 برابر 58,872,000 لیتر بوده و کل جمع سال 403 این شرکت از لحاظ تولیدی حدود 617 میلیون لیتر به ثبت رسیده و جمع بهار 404 این شرکت از لحاظ تولید حدود 144 میلیون لیتر به ثبت رسیده که تقریبا حدود 23.5% از کل تولید 403 رو در بهار پوشش داده. خب گزارش خرداد ماه نسبت به کل 403 از لحاظ تولید تقریبا 7.66% رو پوشش داده. نسبت به بهار 403 28.75% رو پوشش داده. نسبت به تابستان 28%، نسبت به پاییز 31 و نسبت به زمستان هم تقریبا 35.5% رو از منظر تولید پوشش داده. خب نسبت به ماه قبل جمع مقدار تولید این شرکت 16.72% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد سال قبل هم 19.67% جمع مقدار تولید این شرکت کاهش پیدا کرده. خب بپردازیم به مقدار فروش این شرکت به صورت مقداری. در خرداد 404 مقدار فروش این شرکت 34,408,000 لیتر به ثبت رسیده که این رقم در خرداد 403 برابر 56,024,000 لیتر به ثبت رسیده. جمع فروش مقداری این شرکت در سال 403 برابر 613 میلیون لیتر بوده که حالا در بهار 403 این رقم برابر 107 میلیون لیتر بوده که تقریبا از لحاظ مقدار فروش 17.5% از کل مقدار فروش 403 رو در فصل بهار پوشش داده. گزارش خرداد ماه به تنهایی نسبت به کل 403 5.5% رو از منظر مقدار فروش پوشش داده. نسبت به بهار 403 20% رو پوشش داده. نسبت به تابستان 20%. نسبت به پاییز 403 20%، 23%. نسبت به زمستان هم 28% رو از منظر مقدار فروش پوشش داده. خب جمع مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت 404 30% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد 403 هم 38.5% مقدار فروش شرکت کاهش پیدا کرده. خب نرخ‌های دلاری شرکت رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که هر کدوم از محصولات چه مقدار نرخ دلاری رو در خرداد ماه به ثبت رسوندن. خب نسبت به ماه قبل اگه بخوایم نرخ‌ها رو مقایسه بکنیم، نرخ دلاری حالا سایر محصولات 16.5% کاهش پیدا کرده. گیریسا تقریبا حدود 12% کاهش داشتن. روغن پایه 13.5% افزایش نرخ دلاری داشته. ضد یخ‌ها 5.5% کاهش نرخ دلاری داشتن. پارافین وکس ها 1.5% کاهش نرخ دلاری. روغن موتور دیزلی 5%
افزایش نرخ دلاری داشتن. روغن موتور دیزلی 0.05% افزایش نرخ دلاری داشتن. روغن‌های صنعتی 1.5% کاهش نرخ دلاری داشتن. ضد یخ‌ها 1.62% افزایش نرخ دلاری رو تجربه کردن و روغن موتور دیزلی صادراتی 7.6% نسبت به ماه قبل کاهش نرخ دلاری رو تجربه کردن. روغن موتور بنزینی 5.5% کاهش رو تجربه کرده. روغن‌های صنعتی صادراتی هم 44.5% کاهش نرخ دلاری تجربه کرده و پارافین وکس هم 1.94% نسبت به ماه قبل افزایش نرخ دلاری رو تجربه کرده. خب در این ستون هم نسبت به خرداد سال قبل میتونید ملاحظه بفرمایید که هر کدوم از محصولات چه مقدار تغییرات رو ثبت کرده. خب بپردازیم به نمودارهای این شرکت و ببینیم که از منظر نموداری چه عملکردی رو این شرکت به ثبت رسونده. خب این نمودار درآمدهای شناسایی شده این شرکت هست در بازه فروردین 403 تا خرداد 404. میانگین درآمدهای این شرکت در این بازه 2415 میلیارد تومان بوده. کمترین مقدار درآمد 1610 میلیارد تومان بوده که مربوط میشه به فروردین 403 و بالاترین هم 3441 میلیارد تومان که مربوط میشه به گزارش ماه قبل، یعنی گزارش اردیبهشت ماه 404. اما گزارش خرداد ماه گزارش بدی نبوده به نسبت به سایر ماه‌ها، حالا به جز اردیبهشت که اگر اردیبهشت رو فاکتور بگیریم تقریبا گزارش خرداد ماه هم گزارش خوبی رو از منظر درآمدها به ثبت رسونده. خب نرخ‌های ریالی محصولات رو اگه بخوایم نمودارش رو ملاحظه بکنیم، این سایر محصولاتش هست که نرخش رو اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید. اینجا نمودار گیریس ها رو ملاحظه میفرمایید که حالا نه افزایش قابل توجه داشته در یک سال گذشته و نه کاهش قابل توجه، اما نسبت به ماه قبل همونطور که ملاحظه میفرمایید تقریبا به ازای 8 لیتر حدود 200,000 تومان تقریبا کاهش نرخ رو تجربه کرد. خب این روغن پایه داخلی هست که در چند ماه اخیر 4-5 ماه اخیر یک روند رو به رشد و افزایشی رو تجربه کرده. این ضد یخ‌ها هست که تقریبا نسبت به ماه قبل کاهش نرخ داشته ولی نسبت به چند ماه قبل همچنان عدد بالاتری رو به ثبت رسونده. این محصول پارافین وکس ها هست که نسبت به اوج خودش که بهار 403 بوده فاصله قابل توجهی رو همچنان داره. این روغن موتور دیزلی هست که از اسفند ماه تقریبا روند رو به رشد قیمتی رو شاهد هستیم در این محصول. این روغن موتور بنزینی هست که این هم تقریبا از دی ماه به بعد شاهد افزایش نرخ قابل توجه در این محصول هم هستیم. خب این روغن‌های صنعتی هست، نمودار روغن‌های صنعتی که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نه کاهش قابل توجه داشته و نه افزایش قابل توجهی رو به ثبت رسونده. خب این هم که روغن پایه صادراتی هست، میتونید ملاحظه بفرمایید. این هم نمودار ضد یخ صادراتی است. حالا اینجا که صرف شده به این دلیل هست که فروشی در اون ماها به ثبت نرسیده. خب این هم روغن‌های فرآیندی صادراتی. این هم نمودار روغن موتور دیزلی صادراتی که ملاحظه می‌فرمایید دیگه نسبت به اوج خودش که بهمن ماه، دی ماه و آذر 403 هست افت قابل توجهی رو به ثبت رسونده. این نمودار نرخ ریالی روغن موتور بنزینی صادراتی هست که نسبت به اوج خودش در یک روند نزولی رو طی کرده. این روغن‌های صنعتی صادراتی هست که نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی رو به ثبت رسونده. این نرخ پارافین وکس صادراتی هست که در اوج خودش قرار داره و این هم که حالا سایر محصولات صادراتی از این شرکت هست. خب
نمودار مقدار تولید این شرکت رو اگر بخوام ببینیم در بازه فروردین 403 تا خرداد 404 این نمودار هست، میتونید ملاحظه بفرمایید. خب میانگین این بازه در بخش مقداری تولید حدود 50,825,000 لیتر بوده، کمترین 40,734,000 لیتر بوده و بالاترین هم که 60,924,000 لیتر به ثبت رسیده که بالاترین مربوط میشه به اردیبهشت 403 و کمترین هم فکر میکنم مربوط میشه به فروردین 404. خب از منظر مقدار فروش هم نموداری بخوایم بررسی بکنیم، من نمودار رو ایجاد بکنم. این نمودار مقدار فروش هست که نسبت به ماه قبل همطور که ملاحظه می‌فرمایید عدد پایین‌تری ثبت شده، ولی نسبت به فروردین 404 و اسفند 403 همچنان عدد بالاتری رو به ثبت رسونده و همطور که ملاحظه می‌فرمایید کلاً در نیمه اول سال 403 عملکرد این شرکت از منظر مقدار فروش بسیار بهتر بوده نسبت به حالا فصل زمستان و فصل بهار سال 404. میانگین مقدار فروش هم اگه بخوایم داشته باشیم از فروردین 403 تا خرداد 404 برابر حدود 48 میلیون لیتر بوده، کمترین 24 میلیون لیتر بوده و بالاترین هم که مربوط میشه به اردیبهشت 403 63 میلیون و 752 هزار لیتر به ثبت رسیده. خب نرخ‌های عرض به خدمت شما دلاری هم اگه بخوام نمودارش رو ببینیم، خب این نرخ دلاری محصول گیریس هست که مشاهده می‌فرمایید دیگه یک روند نزولی رو طی کرده در یک سال گذشته تقریبا. این رقم پایه هست که نرخ دلاریش تقریبا افزایش قابل توجهی رو پیدا کرده در 4 ماه اخیر. این ضد یخ‌ها هست. این نمودار پارافین وکس هست. رقم موتور دیزلی رو مشاهده می‌فرمایید، نرخ دلاریش رو. این هم رقم موتور بنزینی. این هم نمودار روغن‌های صنعتی داخلی. خب این هم محصول روغن موتور دیزلی صادراتی که همچنان که ملاحظه می‌فرمایید داخل یک روند نزولی قرار داره نرخ دلاری شرکت و روغن موتور بنزینی هم که جای نمودارش رو مشاهده می‌فرمایید نمودار روغن‌های صنعتی صادراتی هست، نمودار پارافین وکس صادراتی و در نهایت هم که سایر محصولات صادراتی این شرکت. خب نماد بعدی که بررسی می‌کنیم نماد شنفت هست که در خرداد 404 درآمد 1730 میلیارد تومانی رو به ثبت رسونده که این درآمد در خرداد 403 برابر 1193 میلیارد تومان بوده و کل درآمد سال 403 این شرکت 16557 میلیارد تومان بوده. جمع درآمدهای بهار این شرکت یعنی خرداد، اردیبهشت و فروردین 404 این شرکت برابر 5498 میلیارد تومان بوده که تقریبا 33% از کل 403 رو تونسته پوشش بده. گزارش خرداد ماه این شرکت به تنهایی تقریبا حدود 10.45% رو از منظر درآمدها نسبت به کل 403 پوشش داده. نسبت به بهار 403 50% تقریبا، نسبت به تابستان 45%، نسبت به پاییز 42% و نسبت به زمستان هم تقریبا 33% رو پوشش داده. خب نسبت به اردیبهشت اگه بخوایم مقایسه بکنیم جمع درآمدها تقریبا حدود 34.59% کاهش پیدا کرده نسبت به اردیبهشت ماه. نسبت به خرداد سال قبل هم حدود 44.92%
درآمدهای شرکت افزایش پیدا کرده. خب نرخ‌های ریالی محصولات رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که حالا اگه بخوایم به صورت درصدی هم بررسی کنیم، اکسترکت های داخلی حدود 2.73% نسبت به ماه قبل کاهش نرخ داشتن. روغن موتور بنزینی 5.91% کاهش نرخ داشته. روغن دنده تقریبا حدود 4% افزایش نرخ. ضد یخ‌ها 4% حدوداً کاهش نرخ ریالی. روغن موتور بنزینی 9.21% افزایش نرخ ریالی. گیریسا 19% افزایش نرخ ریالی. روغن‌های پایه 6.5% افزایش نرخ ریالی. روغن‌های صنعتی 4.39% افزایش نرخ ریالی و روغن پایه صادراتی 2.79% افزایش نرخ ریالی رو تجربه کرده. اکسترکت های صادراتی 9.38% افزایش نرخ ریالی. اسلاگ وکس های صادراتی 6.38% افزایش نرخ ریالی. پارافین های صادراتی هم 16.5% کاهش نرخ ریالی رو تجربه کرده. نسبت به خرداد ماه هم که در این ستون میتونید ملاحظه بفرمایید که هر کدوم از محصولات چه مقدار تغییر رو به ثبت رسونده. خب مقدار تولید این شرکت در خرداد ماه 404 برابر 33,767,000 بوده که این رقم در خرداد 403 32,813,000 به ثبت رسیده و کل سال 403 این شرکت از لحاظ تولید حدود 409 میلیون تولید به ثبت رسونده که حالا جمع فصل بهار این شرکت از لحاظ تولیدی حدود 105,190,000 به ثبت رسیده که این رقم حدود 25.72% از تولید 403 رو تونسته پوشش بده. خب گزارش خرداد ماه از منظر تولید تقریبا 8.26% از کل 403 رو پوشش داده. 32.5% بهار 403 رو پوشش داده. 32% تابستان، 33% پاییز و 34% زمستان 403 رو تونسته پوشش بده. خب جمع مقدار تولید این شرکت در خرداد 403 نسبت به ماه قبل تقریبا حدود 23.37% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد 403 حدود 2.91% مقدار تولید این شرکت افزایش پیدا کرده. خب مقدار فروش این شرکت به صورت مقداری در خرداد 404 برابر 32,608,000 به ثبت رسیده که این رقم در خرداد 403 حدود 34,018,000 به ثبت رسیده. جمع مقدار فروش 403 این شرکت 401,752,000 به ثبت رسیده که جمع مقدار فروش این شرکت در بهار 404 یعنی خرداد، اردیبهشت و فروردین 404 102,511,000 به ثبت رسیده که این رقم تقریبا حدود 25.5% از کل مقدار فروش سال 403 رو تونسته پوشش بده. گزارش خرداد ماه نسبت به کل 403 تقریبا حدود 8.12% رو پوشش داده. نسبت به بهار 32% رو پوشش داده. نسبت به تابستان 31%، نسبت به پاییز 32%، نسبت به زمستان هم 34% رو پوشش داده. خب جمع مقدار فروش شرکت 31.74% نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد ماه هم 4.15% مقدار فروش این شرکت کاهش پیدا کرده. نرخ‌های دلاری محصولات این شرکت رو در این ستون ملاحظه می‌فرمایید که حالا به صورت درصدی بخوایم مقایسه بکنیم، اکسترکت های داخلی نسبت به ماه قبل 4.25% کاهش نرخ دلاری رو تجربه کردن. روغن موتور بنزینی 7.37% کاهش نرخ دلاری داشته. روغن دنده 2.35% افزایش نرخ دلاری. ضد یخ‌ها 5.36% کاهش نرخ دلاری. روغن موتور دیزلی 7.5% افزایش نرخ دلاری. گیریسا 1.37% کاهش نرخ دلاری.
اسلاگ وکس ها 4.65% کاهش نرخ دلاری داشتن. روغن پایه 4.88% افزایش داشته. روغن صنعتی 2.76% افزایش و روغن موتور دیزلی صادراتی 5.17% کاهش نرخ دلاری داشته. روغن پایه صادراتی 1.19% افزایش نرخ دلاری. اکسترکت ها 7.68% افزایش و اسلاگ وکس ها هم 4.72% افزایش رو تجربه کردن و پارافین های صادراتی هم 18% کاهش نرخ دلاری رو نسبت به ماه قبل تجربه کردن. خب در این ستون هم که نسبت به خرداد 403 میتونید نرخ ها رو ملاحظه بفرمایید و ببینید که نرخ های دلاری محصولات این شرکت نسبت به خرداد سال قبل چه مقدار تغییر رو ثبت کرده. خب بپردازیم به نمودارهای این شرکت و بررسی کنیم که از منظر نموداری این شرکت چه عملکردی رو داشته. خب نمودار من ایجاد بکنم. این نمودار درآمدهای شرکت است در بازه فروردین 403 تا خرداد 404 که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین درآمد مربوط میشه به اردیبهشت 404 با ثبت رقم 2645 میلیارد تومان. کمترین درآمد هم مربوط میشه به در فروردین 403 با رقم 924 میلیارد تومان و این میانگین در این بازه یعنی در بازه فروردین 403 تا خرداد 404 برابر 1470 میلیارد تومان به ثبت رسیده. خب نرخ‌های ریالی رو اگه بخوایم حالا به صورت نموداری ببینیم، نرخ‌های ریالی رو من اینجا نمودارش رو ایجاد کنم. نسبت به اوج خودش فاصله داره. اوج خودش اسفند ماه بوده که به ازای تقریبا هر کیلوگرم عرض به خدمتشون در اسفند ماه 34200 تومان به فروش رفته که حالا توی خرداد ماه این رقم برابر 25600 به ثبت رسیده. این نمودار نرخ‌های ریالی روغن موتور بنزینی هست که نسبت به اوج خودش که در اسفند ماه بوده همچنان فاصله داره. نمودار روغن‌های دنده هست که در اوج خودش قرار داره. این هم نمودار ضد یخ‌ها هست. نمودار روغن موتور دیزلی که در اوج خودش قرار داره. این محصول هم این هم حالا گیریس‌های داخلی هست که این هم تقریبا توی اوج خودش قرار داره. این نمودار هم خب این نمودار اسلاگ وکس ها هست که با اوج خودش که در فروردین و اسفند 403 بوده، فروردین 404 و اسفند 403 با اوج خودش فاصله قابل توجهی رو داره. این نمودار روغن پایه هست که در اوج خودش قرار داره. این هم روغن‌های صنعتی هست که این نمودار هم در اوج خودش قرار داره. خب روغن موتور دیزلی صادراتی هست. روغن پایه صادراتی هست. این هم نمودار اکسترکت های صادراتی، اسلاگ وکس های صادراتی و در نهایت هم پارافین های صادراتی رو میتونید ملاحظه بفرمایید. خب مقدار تولید این شرکت رو به صورت نمودار مشاهده بکنیم. من نمودار رو ایجاد بکنم. این مقدار تولید شرکت هست. نسبت به اردیبهشت ما همچنان فاصله قابل توجهی رو داره ولی نسبت به فروردین، اسفند، بهمن عملکرد بهتری رو در خرداد 404 به ثبت رسونده. خب از منظر میانگین در بازه یک ساله یعنی از فروردین 403 تا خرداد 404 میانگین این بازه حدود 34,280,000 به ثبت رسیده. کمترین مقدار تولید 27,357,000 به ثبت رسیده. بالاترین هم 44,065,000 به ثبت رسیده که مربوط میشه به گزارش اردیبهشت ماه این شرکت. خب
مقدار فروش شرکت رو هم اگه به صورت مقداری بخوایم نمودارش رو ببینیم، این نمودار مقداری فروش هست که میانگین این بازه، یعنی از فروردین 403 تا خرداد 404 برابر 33,617,000 به ثبت رسیده. کمترین مقدار 22,134,000 به ثبت رسیده و بالاترین هم که مربوط میشه به اردیبهشت 404 47,767,000 به ثبت رسیده. خب نماد بعدی که بررسی می‌کنیم شسپا یا نفت سپاهان است که در خرداد 404 عرض به خدمت شما اجازه بدید در خرداد 404 درآمد 2068 میلیارد تومانی رو به ثبت رسونده و عرض به خدمت شما این رقم در خرداد 403 حدود 2131 میلیارد تومان به ثبت رسیده و کل سال 403 از منظر درآمدی حدود 30,274 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده این شرکت. جمع درآمدهای این شرکت در فصل بهار 404 یعنی فروردین 404 اردیبهشت 404 و خرداد 404 برابر 5392 میلیارد تومان بوده که این رقم حدود 17.81% از کل سال 403 رو پوشش میده. گزارش خرداد ماه نسبت به کل 403 تقریبا 6.5% رو پوشش میده و نسبت به بهار 403 34% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 30%، نسبت به پاییز 24% و نسبت به زمستان هم 21% رو از منظر درآمدی پوشش داده. جمع درآمدهای شناسایی شده این شرکت در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه 404 یعنی ماه قبل حدود 3.82% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد 403 هم حدود 31% درآمدهای این شرکت کاهش پیدا کرده. خب نرخ‌های فروش ریالی محصولات این شرکت رو در این ستون ملاحظه می‌فرمایید که حالا بریم بررسی کنیم به صورت درصدی. روغن‌های پایه داخلی حدود 13.69% افزایش نرخ رو تجربه کردن نسبت به ماه قبل. روغن موتور بنزینی 19% کاهش، روغن‌های صنعتی 7% افزایش، ضد یخ‌های داخلی 26% افزایش و روغن موتور دیزلی 2% افزایش و سایر روغن‌های موتوری هم حدود 4.38% افزایش پیدا کرده و گیریس‌های داخلی هم 1% افزایش نرخ ریالی تجربه کردن و روغن‌های فرآیندی هم حدود 13% کاهش قیمت، پارافین ها 2% افزایش قیمت، پارافین صادراتی 2% افزایش نرخ قیمت و روغن پایه صادراتی هم 78% افزایش نرخ ریالی رو تجربه کرده و روغن موتور بنزینی هم 6% افزایش و روغن‌های فرآیند صادراتی هم حدود 6% کاهش نرخ رو نسبت به ماه قبل تجربه کردن. خب به این ستون هم که طبق معمول نسبت به خرداد 403 میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا چون تعداد محصولات زیاد هست که دیگه من دونه دونه اینها رو نمیخونم و خودتون میتونید این ویدیو رو استاپ کنید و این نرخ ها رو ملاحظه بفرمایید. خب جمع مقدار تولید شرکت در خرداد 404 برابر 54,000 تن بوده که این رقم در خرداد 403 حدود 60,000 تن به ثبت رسیده. کل تولید 403 این شرکت 739,000 تن بوده که در بهار 404 123,000 تن محصول تولید کرده این شرکت که این رقم تقریبا حدود 16.75% از کل سال 403 رو از منظر مقدار تولید پوشش میده. گزارش خرداد ماه نسبت به کل 403 تقریبا 7.38% رو پوشش داده، نسبت به بهار 30% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 28% رو پوشش داده، نسبت به پاییز 29% رو پوشش داده و نسبت به زمستان هم 30% رو پوشش داده.
خب جمع مقدار تولید شرکت در خرداد ماه نسبت به ماه قبل حدود 281% افزایش پیدا کرده و نسبت به خرداد 403 هم حدود 9.5% 9.5% کاهش رو در جمع مقدار تولید تجربه کرده. خب از منظر مقدار فروش بخوایم بررسی کنیم 35625 تن محصول فروخته این شرکت توی خرداد 404 که این رقم در خرداد 403 برابر 55231 تن به ثبت رسیده. جمع کل مقدار فروش این شرکت در سال 403 برابر 761,000 تن بوده که در بهار حدود 95,000 تن فروش ثبت کرده. این شرکت حدود 12.5% از کل 403 رو پوشش داده. گزارش خرداد ماه از منظر مقدار تولید 4.68% از کل 403 رو پوشش داده از منظر مقدار فروش و نسبت به بهار 403 22% رو پوشش داده، نسبت به تابستان 20%، نسبت به پاییز 16% و نسبت به زمستان هم 17.5% رو پوشش داده. خب جمع مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل 5.29% کاهش پیدا کرده و نسبت به خرداد ماه سال قبل هم 35.5% کاهش مقدار فروش رو شاهد هستیم. نرخ‌های دلاری محصولات رو هم که در این سطح ملاحظه می‌فرمایید و به صورت درصدی بخوایم ببینیم، روغن‌های پایه داخلی حدود 12% افزایش نرخ دلاری داشتن نسبت به ماه قبل. روغن موتور بنزینی 20% کاهش نرخ. روغن‌های صنعتی 6.26% افزایش نرخ دلاری داشته نسبت به ماه قبل. ضد یخ‌ها 24.8% افزایش نرخ. روغن موتور دیزلی 0.5% افزایش نرخ دلاری. سایر روغن‌های موتوری هم حدود 2.5% افزایش نرخ دلاری. گیریس‌ها 0.5% تقریبا کاهش نرخ دلاری رو تجربه کردن. روغن‌های فرآیندی 15% کاهش و پارافین‌ها 1% افزایش و پارافین صادراتی 0.5% افزایش نرخ دلاری و روغن پایه صادراتی هم 79% کاهش نرخ دلاری رو تجربه کرده. روغن موتور بنزینی صادراتی 4.5% افزایش نرخ دلاری و روغن‌های فرآیند صادراتی هم 7.5% کاهش نرخ دلاری رو تجربه کردن. خب نمودارهای این شرکت رو ملاحظه بکنیم ببینیم که وضعیت به چگونه بوده. خب این نمودار درآمدهای این شرکت هست که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در فصل بهار 404 عملکرد بسیار ضعیفی رو ثبت کرده این شرکت از منظر درآمدی و ملاحظه می‌فرمایید نسبت به اوج خودش که حالا زمستان 403 بوده، تقریبا پاییز و زمستان 403 بوده، فاصله بسیار قابل توجهی رو به ثبت رسونده. خب میانگین درآمدهای این شرکت در بازه فروردین 403 تا خرداد 404 برابر 2377 میلیارد بوده و کمترین درآمد شناسایی شده این شرکت که مربوط میشه به فروردین 404 برابر 1298 میلیارد بوده و بالاترین هم که برای اسفند 403 بوده 3752 میلیارد تومان به ثبت رسیده. خب نرخ‌های ریالی محصولات این شرکت رو هم اگه بخوایم حالا نگاه بکنیم به صورت نمودار رو ایجاد بکنم، این نرخ‌های ریالی محصولات این شرکت هست در بازه فروردین 403 تا خرداد 404. اولین محصول روغن پایه هست که به ازای هر تن 61,992,000 تومان به فروش رسونده که نسبت به ماه قبل مشاهده می‌فرمایید افزایش قابل توجهی رو به ثبت رسونده. این محصول روغن موتور بنزینی هست که ملاحظه می‌فرمایید تقریبا نسبت به فصل بهار و اواخر زمستان کاهش نرخ رو تجربه کرده. این نمودار روغن‌های صنعتی هست که در اوج خودش و بالاترین قیمت قرار داره، به ازای هر تن 88,946,000
هزار تومن به فروش رفته. نمودار ضد یخ‌ها هست که این هم در اوج خودش قرار داره. نمودار روغن موتور دیزلی که در اوج خودش قرار داره به ازای هر تن 71 میلیون تومان. سایر روغن‌های موتوری هم که به ازای هر تن 85 میلیون به فروش رفته و در اوج خودش قرار داره. خب نمودار گریس‌ها که نسبت به اوج خودش و قله‌ای که در اسفند ماه به ثبت رسونده فاصله قابل توجهی رو داره. به ازای هر تن 87 میلیون به فروش رسونده که اوج خودش 126 میلیون تومان بوده. روغن فرآیندی هم که یک روند نزولی رو تجربه کرده در 2-3 ماه اخیر. این هم پارافین‌های داخلی هست، پارافین‌های صادراتی. روغن پایه صادراتی نمودارش رو مشاهده می‌فرمایید. روغن موتور بنزینی صادراتی نمودارش هست که در اوج خودش هست و این هم روغن‌های فرآیندی صادراتی که در چند ماه اخیر روند نزولی رو طی کرده. خب مقدار تولید شرکت به صورت نموداری اگه بخوایم ملاحظه کنیم، این مقدار تولید شرکت هست که حالا تقریبا نسبت به چند ماه اخیر شاید روند نزولی هستیم، چون اوج خودش مربوط میشه به تقریبا نیمه اول 403 و همچنین پاییز و زمستان 403، اما در من از اسفند ماه این روند نزولی شده و ماه به ماه تولید شرکت کاهش پیدا کرده. خب میانگین این بازه یعنی از فروردین 403 تا خرداد 404 برابر 57,000 تن بوده و کمترین مقداری که ثبت شده برای ماه قبل یعنی اردیبهشت ماه بوده که این رقم حدود 14,000 تن به ثبت رسیده و بالاترین رقم هم که مربوط میشه بهمن 403 حدود 63,976 تن به ثبت رسیده. خب از منظر مقدار فروش هم اگه بخوایم بررسی کنیم، این نمودار مقداری فروش هست که باز هم مشاهده می‌فرمایید نسبت به اوج خودش فاصله قابل توجه داره. میانگین این بازه حدود 57,000 تن بوده، کمترین مقدار 22,000 تن بوده و بالاترین مقدار هم حدود 85,000 تن که مربوط میشه به آذر سال 1403. خب اگه بخوایم یک بررسی داشته باشیم از منظر درآمدی، تولید و فروش این شرکت ها و جمع‌بندی کنیم و ببینیم که کدوم گزارشات تقریبا گزارشات بهتری بوده، میتونیم از منظر حالا درآمدهای عملیاتی شناسایی شده در خرداد ماه بگیم که شرانل جزء خوب‌ها بوده و میتونه اولین گزارش باشه، بعد از اون شنفت و بعد از اون بحرین و در آخر هم شسبا میتونه قرار بگیره. از منظر تولید اگه بخوایم حالا بیا رتبه بندی کنیم میتونیم بگیم که شنفت عملکرد خوبی رو داشته، شرانل عملکرد خوبی رو داشته و بعد از اون هم بحرین و شسبا در جایگاه‌های بعدی میتونن قرار بگیرن. از منظر مقداری فروش هم شنفت میتونه رتبه اول رو بگیره به نظر من، بعد از اون شرانل و بحرین و شسبا میتونن قرار بگیرن. حالا این نظر شخصی منه و ممکنه نظرات بقیه تحلیلگرها متفاوت باشه و حالا با پارامترهایی که داخل این جدول وجود داشت این رتبه بندی رو میشه لحاظ کرد. ولی خب حالا باید توجه داشته باشین یک سری از شرکت ها طرح‌های توسعه متفاوتی دارن، سرمایه گذاری هایی انجام دادن داخل شرکت های دیگه و ممکنه از اون شرکت ها سودهایی دریافت کنن و در یک تحلیل باید تمام اینها رو مد نظر قرار بدیم. صرفا در این ویدیو ما گزارش خرداد ماه این شرکت رو بررسی کردیم و به طرح‌های توسعه شرکت ها نپرداختیم، به ظرفیت تولیدی نپرداختیم و به اون سرمایه گذاری ها و سودهای غیر عملیاتی یا عملیاتی شرکت نپرداختیم. صرفا آخرین گزارش ارسالی یعنی گزارش خرداد ماه رو سعی کردیم به صورت مختصر با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم.
اگر سوالی هست من در خدمتم و اگر نیاز به جزئیات بیشتر هست و هر چیزی که لازم داشتید میتونید به بنده پیام بدید، کامنت بذارید. بنده با کمال میل و افتخار پاسخگوی شما عزیزان خواهم بود. از اینکه وقتی گرانبهای خودتون رو در اختیار بنده قرار دادین و صرف دیدن این ویدیو کردین بسیار سپاسگزارم. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید و همچنین پرسود و پربرکت. خدا نگهدار.